ایالات متحده آمریکا از فشار بالای جامعه شهروندی در تاجیکستان عمیقاً نگران است. در این باره 3 اکتبر در روز اولی جلسه ارزیابی‌های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشوا سفیر آمریکا مایکل کوزاک اظهار نظر کرد. در متن سخنرانی او که در وبسایت سفارت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شده است، کوزاک میگوید آنکه در تاجیکستان حکومت به طور پیوسته جامعه شهروندی را هدف قرار می‌دهد و بعد ماه مارس سال 2022 سازمان‌های جمعیتی بخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان را مجبور می‌کند که بسته شوند، مورد نگرانی عمیق ما میباشد. ما از حکومت تاجیکستان تقاضا می‌کنیم که ساختارهای قدرتی به قانون پایبند بمانند و از حقوق انسان و آزادی‌های بنیادی دفاع کنند. در روز اول جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا که درش برای هم نمایندگان حکومت و هم جامعه شهروندی و فعالان باز است، اینچنین یک نماینده سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سخنرانی کرد. رستم رحمتوف نماینده این سازمان در آلمان از انتخابات چون یک معرکه دموکراتی یادآور شد که به گفته او در تاجیکستان رعایت نمی شود. رحمتوف همچنین از سرنوشت نامزدی پرزیدنتی سال 2020 فراموز ارگاشف یادآور شد که در پی سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 30 سال زندان محکوم گردید. جلسه ورشوا سال یک بار برگزار می شود و در گذشته صحنه کشاکش میان هیئت‌های حکومت و مخالفان تاجیک شده است. امسال شرکت هیئت دولتی تاجیکستان در این جلسه که معمولاً برای بررسی وضع مسائل مثل آزادی‌های بنیادی، وضع سازمان‌های دموکراتی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانون برپا می‌شود، معلوم نیست. ولی به اطلاع علیم شیرزمانوف، یک نماینده مخالفان در اروپا، در جلسه حاشیوی قرار است با تشبث 3 تشکیلات فعالان تاجیک، انجمن آزاداندیشان تاجیک، مرکز تاجیکستان عاید حقوق بشر وینا و فوند بزرگمهر یورف موضوع سرکوب وحشیانه مخالفان تاجیک در داخل و خارج بررسی شود.